میگفت حسن یک نقطه دارد، حسین 3 نقطه دارد، فاطمه 1 نقطه دارد، زینب 5 نقطه دارد. نه زهر ما. حالا مثلا زینب 5 نقطه داره که چی؟ احمق. چی مثلا میخوای بگی؟ تو چرا گریه میکنی عربده میکشی؟ یه چیز بگم از عباس. خب بفرمایید. یا الله. عباس وقتی تو شکم مادرش حامله بود گاهی ننش رو بلند میکرد میکوبید. این مزخرفات کجا نوشته شده؟ تو به چه حقی آبروی شیعه رو میبری؟ تو چه کاره دینی این مزخرفات رو بگی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ تو یه جوان چرا عربده میکشی؟ تو این مزخرفات. و حالا 4 تا بی‌سواد به نام مذهب، به نام هیئت، به نام حسین هر غلطی دلشو میخواد بکنن و تو بشینی باش عربده بکشی. کجا این حرفا رو زدن؟ سندش کجاست؟ تقصیر شما من، تقصیر شما سینه زن است. شما رو میدید به من که هر غلطی دلم میخواد بکنم و هر چی به ذهنم میرسه بگم. شما مقصرید. شما سینه زن ها مقصر. و به امام حسین سید الشهدا روز قیامت جلوتون رو میگیره که چرا پای این مداح سینه زدید.